یکی از نمازهای بهترین که ثوابش بکناره نماز قیام اللیل، نمازهای شب. این نمازها پیش از اذان بامداد ساعت 2 ساعت 1 میخیزیم، همین نماز میخونیم. نمازهای قضایی باشه قضایی رو جبران میکنیم، نمازها رو میخونیم. یا مثلا نمازهای نفل نیت میکنیم که نیت کردم نماز نفل بخونم از برای خدا. بعد همین نمازها دو دست میبردیم دعا میکنیم. چیزی که نیت داریم، چیزی که دعای خیری که نیت داریم دعا کنیم، انشالله مستجابه. گناه‌ها بخشیده میشوند، دعا و استجابت میشوند، کارمون سبب میشه، زندگیمون دیگر میشه. 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت میخونیم. اگر نمازهای قضایی داشته باشم، همه نمازهای قضایی جبران میکنم در شب، بعد شب دعا میکنم. بهترین کاره، ثوابش هم بکناره. خدا میگه همون چیزی که چشمش ما دیدگی نیست، فکرش ما آمادگی نیست، دیدش ما آمادگی نیست، همون نعمت رو ما عطا میکنم همون شخصی که همین نماز